داشتین پیشنهاد میدادین برای اپوزیسیون یا اتحاد ملت نظراتتون و چیزای جدید؟ بله، یه چند وقتیه توی این فکرم که این ویدیو رو بذارم به عنوان دفاع مشروع، اسمشو بذاریم بهتره. الزاماً دفاع مشروع نباید این باشه که اسلحه برداریم سر کله هم دیگه بزنیم یا نمیدونم تیر اندازی بکنیم، سنگ بزنیم یا هر چیز. نه، خیلی کارهای ساده ای هستش که به عنوان دفاع مشروع میتونیم انجام بدیم. قبلش یه گریزی بزنم که من یه سری مطالب رو بارها قبلا گفتم، ولی کسی حالا نمیدونم توجه نمی‌کنن یا نمیخوایم. اگر میخوایم کاری بکنیم برای کشور و واقعا با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم، باید از یه سری از کارهایی که قبلا انجام شده درس بگیریم، بعد یه سری از اونها رو اجرا بکنیم. چه اشکالی داره؟ ما از 57 و اتفاقاتی در 57 افتاد الگو بگیریم، نه اینکه هی بیار میگیم ما 57 نمیدونم فتنه بوده، فلان بوده، چی بوده، حالا هر چی از اینجور اسماعیل دردی از همون دوانه. الگو بگیریم. ما یک بار امتحان کردیم و این الگو بهمون نتیجه دادش. تو سال 88 کاری که کردیم و هنوز هم داره جواب میده. کاری که جنبش سبز کردش و مهندس موسوی هماهنگ کردن، رهبری کردن، این بودش که روی پشت بوم ما شعار بدیم. همون کاری که در سال 57 کردن. این شعار روی پشت بوم‌ها کم هزینه ترین مبارزه‌ایه که میشه انجام داد. نمیتونن وارد اون حریم خصوصی بشن، وارد اون خونه بشن. همین که میتونید صدامون رو برسونید. همین مرگ بر دیکتاتور گفتن ها که الان توی اکباتان شروع شده، توی شهرک غرب و جاهای دیگه، توی خونه ها. حتی بر فرض مثال که شما توی پشت بون هم بگی مامورا میان یا حمله میکنن یا میان روی پشت بون قسمت مشاهد، خونه اون پنجره رو باز کن، اصلا همون خونه شون شعار دادن سرتو از پنجره خونه بکن بیه. نه اصلا مردم اتحادشون تو 57 طوری بود که در خونه هاشون خودشون فیلم ساختن. فیلماش هست، فیلمایی که ساخت جمهوری اسلامی که مردم در خونه هاشون رو وا گذاشتن که کسایی که تو خیابونن پناه ببرن به خونه ها. بله، دقیقا یکی از راه ها همین هستش که مردم در خونه ها رو باز بذارن. یه ساعتی مشخصه، همه میان بیرون و اعتراض میکنن. تو اون ساعته در خونه ها رو باز بذاری که وقتی مامورا دنبال میکنن بچه ها بریزن توی اون خونه ها، حالا 4-5 تا تو هر خونه. بعد در رو ببندین. اگر بر فرض مثال مجتمع مسکونی هستن و فکر میکنن که حالا مثلا میان داخل خونه میریزن، اون قسمت حیات جزو مشاهات میدونن که البته اینو قانونی نیست، ولی بر فرض مثال اینطوریه، واحدام در رو باز کنن، 3-4 تا بچه ها رو بکشن داخل واحداشون. دیگه تو خونه شما که کسی نمیتونه بیادش که 3-4 نفر بچه ها رو بکشید داخل خونه هاتون و اونجا مراقبت بکنید. دیدیم مثلا پویان حسینپور همین اکانتش صحبت کردش، گفت از روی پشتبونا به ما سنگ میزدن و از روی پشتبون با ما چیز میکردن، اذیتمون میکردن و اجازه نمیدادن ما پیش بریم جلو یا مثلا کاری بکنیم. اینها کارهایی که از روی پشتبون میشه انجام داد. خیلی خونسرد، صبحش قبلش آماده بشیم، مهیا بشیم، چه میدونم به قول قدیمی‌ها سنگ جمع کنیم. هر کاری که میتونیم بکنیم. از همون پشت بوم اگر میبینیم کسی رو گرفتن، حالا نمیخوای بیای پایین، نمیتونی بیای پایین، از همون پشت بوم سر صدا کن، چیز بکن که طرف حواسش پرت بشه یا چیز بشه، حالا مجبور بشه که ول کنه بره. تیمایی درست بکنیم 3-4 نفره با هم باشه. هیچ وقت تنها وای نسیم. اینا 4-5 نفر 6 نفر که جلوشون برن، 10 نفر که جلوشون برن، دیگه نمیتونن کاری بکنن، سریع فرار میکنن. اونقدر نیستن در لحظه که بخوام مثلا بیان و چیز بکنن. 7-8 نفر حالا روز قبلش با هم، بالاخره هر کسی 4 تا دوست داره تو مدارس، اینور اونور. حالا الان فصل مدارس نیست، ولی اینها چیزهایی هستش که به راحتی میشه هماهنگ کرد. حتی اگر دوستی نداریم و ببینیم یک نفری اونجا تنها هستش یا تنهایی داره میره جلو، سریع بریم دورش بکنیم، سریع 4-5 نفری 6 نفری بشیم یه تیمی که نتونن اینها بیان سمتمون و نیروهای سرکوبگر نتونن سمت
جوان‌ها بیان. اینها کارهای راحتیه که به راحتی میشه انجام دادش و به محض اینکه شما 10 نفر بشی 15 نفر بشی بقیه به پیوندن. خود سرکوبگرا فیلماش هم اومده با اونها که عقب نشینی میکنن. الزاماً هر چیزی به درگیری نباید ختم بشه. باید سعی کنیم خودمون رو از اون مهلکی که هستیم و از اون درگیری که اتفاق میفته بکشیم عقب. نداره اونا درگیر میشن، اونا میزنن. تا اونجایی که میشه باید علاوه بر این که شعار میدیم، علاوه بر این که به هر حال اون شجاعت رو به خرج میدیم، تا اونجایی که میشه باید عقب فرار کرد، باید یا هجوم بردش، تعداد رو زیاد کردش، 10 نفر 15 نفر 20 نفر بشیم هجوم ببریم به اونا که اونا عقب نشینیم، یا عقب نشینی بکنیم متفرق بشیم دوباره سریع عرض کنم خدمتتون که یک هسته دوباره تشکیل بدیم و شروع کنیم به شعار دادن. یه مبحث دیگه هم دلم می‌خواست صحبت کنین که صحبت کردیم راجبش، اینکه اپوزیسیون میتونه کمک کنه به افرادی مثل شما، کمک کنه چجوری میتونه به افرادی مثل شما، حالا شما در صحنه حضور فیزیکی نداری ولی خب پشت پرده خیلی فعالیت ها داری، میکنی، انجام میدی، میتونی بکنی، منتها یه معذوریت هایی داری، چجوری اصلا دسترسی پیدا کنیم، چه کمکی اپوزیسیون میتونه به آدمایی مثل شما بکنه؟ من اون رو بارها گفتم و خوشبختانه یه بخشیش هم پیش رفتش، این صندوق حمایت مالی، و عرض کنم که حالا یه صحبتایی شد نفهمیدم من به کجا رسیدش، ولی الزاماً حمایت ها نباید مالی باشه. مالی یک بخشی از این حمایت هاست. من بارها گفتم یک گروهی تشکیل بشه، یک تیمی تشکیل بشه در داخل کشور، هستن افرادی که حالا طرف چند تا خونه داره، هستن افرادی که میخوان کمک کنن، وکلایی که میخوان کمک کنن، یه تیم وکالتی تشکیل بشه، کسانی که بازداشت میشن وکالتشون رو به عهده بگیرن. این روزها و روزهایی که درگیری ها زیاد میشه چه بسیار افرادی دستگیر میشن که وکیل ندارن و کسی نیستش که حالا ما یه تعداد افرادی رو میبینیم که معروفن، مشهورن، یا حالا هر چیزی یه وکیلی پیدا میشه میگه آقا من این رو وکالتش رو به عنوان چه میدونم گردن میگیرم، وکالتش رو انجام میدم. اما کسایی هستن که آدم عادی هستن، وکلایی باشن در داخل کشور اعلام بکنن، یک جایی تشکیل بشه بگه آقا من هستم الان فلانی که آدم عادی، کارگر، یه جوون، یه سرباز، یا هر کسی هستش دستگیر شده، من وکالتشو بر عهده میگیرم، وثیقه میذارم براش، کسی که نداره. بله عرض کردم کسایی هستن که چند تا خونه دارن، چند تا چیز دارن، آقا فلانی الان دستگیر شده، یه آدم معمولیه، نداره چیزی وثیقه بذاره، من وثیقه میذارم فعلا بیاد بیرون تا اینکه نوبت دادگاهش بشه، بعد اون وکیل بیاد بگه آقا من این وکالت اینو برگزار بعد میگیرم. اگر مسائل به جریمه ختم شد، حالا کسایی باشن که بیان این جریمه رو آقا من جریمه رو پرداخت میکنم. همون اصلا بحث نقدی دادن نیست، هم کمک مالی بحث نقدی دادن نیست. متاسفانه یه منشن زیر توییت شما خوندم که خیلی ناراحتم کرد، که طرف نوشته بود که من ویدیو تو نگاه نمی کنم که از یوتیوب پول نگیری. اگر اتحاد معنیش اینه تو باید اتفاقا ویدیوی منو نگاه کنی، حتی پخشش کنی، کمک کنی که من پول بگیرم، چون این پول هزینه میشه واسه خود شما در نهایت، یعنی واسه مردم. حالا در نهایت من همیشه در رابطه با ویدیوام گفتم من اینا رو همینطوری هم دانلود میکنم میذارم تو کانال، کسایی که نمیخوان ببینن، ولی واقعیت اینه که ما حاضر نیستیم به هم دیگه کمک بکنیم. من منظورم همین کمک غیر مستقیم بود، یعنی حتما نباید پول نقد گنده. مگه چقدر میشه پول مثلا ویدیو یوتیوب چقدر میشه؟ میگم مردم یعنی در این حد هم اتحاد ندارن متاسفانه، یعنی درک نمیکنن، لج میکنن با هم دیگه. این چه فرهنگی؟ به خاطر همین هم هستش که همیشه ما میبینیم که جمهوری اسلامی که اقلیت هستش، اگه میگیم 4% 5%، ولی این 4-5% سوار ما هستن، به خاطر اینکه ما اتحاد نداریم، به خاطر اینکه با هم اونها حتی اگر یکی مثل سقطی بیاد
لواط هم بکنه براش پوستر درست میکنن می‌نویسن انبار انقلاب. اون یکی نمیدونم احسان فلان توی مجله توی دفتر فارس اگر بشینه 1000 جور فیلم کسافتکاری ببینه براش میان می‌نویسن جانباز انقلاب، جانباز رسانه‌ای. آره ولی ما خودمون بین خودمون وقتی میخوایم از یه نفر حمایت بکنیم فقط میگردیم نقطه ضعفشون پیدا میکنیم و میکوبیمش. حالا میخواد علی کریمی باشه، میخواد علی دایی باشه، میخواد نمیدونم هر کسی باشه، مهناز افشار باشه، یا حالا اینا هنرمنده یا چیزایی که سلبریتیایی که من دارم میگم، یا حتی بریم توی قسمت نمیدونم عرض کنم خدمت سیاسیون حامد اسماعیلیون باشه، مسیح باشه، هر کسی رو به نوعی میایم تخریب میکنیم. اما اگه واقعا میخوایم این تغییرات اتفاق بیفته دنبال چی هستیم؟ بازم من تکرار میکنم از 57 الگو بگیریم. بازاریای تهران تماما داشتن حمایت میکردن از همین هایی که دارن انقلاب میکنن. اصلا خمینی پولش از کجا تامین میشد؟ خمینی پولی نداشت که بازاریا حمایت کردن. نه تنها خمینی بلکه تمام اونایی که میومدن داخل خرابکاری میکردن، ترور میکردن و برمیگشتن پولش رو بازاریا میدادن. یکی مثل اندرزگو چطور میتونست هر 2 سال یه بار بره خارج از کشور، یا اون معمولی بود بلند شه بره خارج از کشور زندگی بکنه، توی اروپا توی چه میدونم هر جایی زندگی بکنه، زن و بچه‌شو بگردونه، بعد دوباره برگرده ایران، دوباره تجهیز بشه، مسلح بشه، چیز بشه، حالا مبارزه بکنه، دوباره نمیدونم زندانی بشه. توی این مدتی که زندانی بود هزینه اینا هستش اسنادش توی مؤسسه اسناد تاریخ و انقلاب. اقلا اینا رو که میتونیم این کارو که میتونیم انجام بدیم، اینا رو که میتونیم مطالعه بکنیم. آقای فلانی همین بادامچیان، همین نمیدونم اسکر اولادیا، اینا همه گنده‌های بازار، اینا سیاسی نبودن، اینا گنده‌ها و گردن کلفتای بازار بودن که دوره میافتادن توی بازار و از بازاریا پول جمع می‌کردن برای کمک به انقلاب، برای کمک به همین افرادی که مثل خیلی از کسایی که خارج از ایران بودن. چطور اون موقع کسی بر نمیومد به آقای فلانی و نمیدونم ایکس و ایگرگ بگی که آقا تو بلند شو بیا تو ایران مبارزه کن، منم باهات میام تو خیابون. حالا نمیام علم اینجوری، ولی نزدیک 10 سال 12 سال خمینی خارج از ایران بودش، در بهترین خیابون، بهترین خونه فرانسه داشت زندگی میکرد. خیلی از کسایی که مبارزه کردن اول انقلاب خارج از ایران بودن، اونجا تحصیل کردن. اینا با هزینه کی تحصیل میکردن؟ از جایی هزینه ها تامین نمیشد که همین بازاری ها میکردن. الان چرا این اتفاق نمیفته؟ حالا نه هزینه تحصیل و فلان اینها رو بدن، هزینه داخلی که میتونن بدن. شما وقتی میگی اعتصاب، یه کارگر اگر اعتصاب بکنه هزینهش رو توی این گرونی، هزینه زندگیش رو توی این گرونی عرض کنم خدمتتون که کشور چجوری تامین بکنه با این دلار، با این روغن فلان و گوشت کیلویی نمیدونم 700,000 تومان. تازه من کارمندایی رو میشناسم که از اینکه از تعدیل نیرو میترسن، یعنی میگن اگر چنانچه خلاف چیزی که اینا میگن عمل کنیم، چون نونمون بریده میشه فوری ما رو میندازن بیرون، میترسن و ادامه میدن کارشون. یعنی این ترسن تو مردم عادی هست. امروز تهران اگر یک نفر یک روز کار نکنه 2 روز عقبه، 3 روز عقبه، واقعا هم ترس داره. ولی در نهایت چی؟ اگر قرار اتفاق بیفته باید 15 روز 20 روز پشت سر هم، 1 ماه 2 ماه این هزینه ها رو بابا انقدر هستن پولای الکی دارن و میتونن این هزینه ها رو تقبل بکنن. بریم دنبال این که نمیدونم کشور خارجی فلان، نه ما داخل امکانات و ظرفیت داریم. حتی خارج از ایران کسانی هستن که سرمایه‌هایی دارن که میتونن کمک بکنن به بچه‌هایی که من میشناسم، کسایی که مهاجرت کردن، زن و بچه‌شون داخل ایران گیر کردن و نمیتونه، نداره زن و بچه‌شون خارج از ایران، گروگانن، نمیتونن فعالیت کنن چون گروگانن، اذیتش میکنن. میتونن کمک کنن آقا تو مشکل حل میشه. چقدر طرف لنگی مثلا $3,000 $5,000 $10,000 کمک میکنید تو که اونجا نمیدونم درآمد داری، شرکت داری، فلان داری، داخل ایران یه جور تو که درآمد داری، شرکت داری، یه همچین هزینه هایی رو یه جای مشخص بشه. الزاما هم نباید بذارن کنار، اسامیشون رو بدن. آقا من آمادم، نوبتی باشون تماس بگیرن. آقا آماده ای؟ بله. الان برو فلان جا، فلان کسک در فلان زندانه، اینقدر پرداخت کن یا فلان
چه میدونم سند رو بذار، اینقدر وثیقه شده بیارش بیرون. افرادی که واقعا شناخته شده نیستن باید چه کار بکنن؟ یه کارگر عادی که نه کسی رو میشناسه نه دستش به جایی بند هستش، یک تشکیلاتی باید باشه که اینها رو رصد بکنه، اسامی ساده ترین کارگر رو، ساده ترین آدم رو داشته باشه و اعلام بکنه آقا این آدم یه کارگر معمولی، دانش آموز معمولی، یه جوون معمولی، هیچ کسی رو نداره، یه چه میدونم توی یک جای معمولی زندگی میکنه که الان بیاد 500 میلیارد وثیقه بذاره، شما بیا جاش بذار. الان جریمه شده چه میدونم 50 میلیون 100 میلیون، شما بیا جاش بده. این بچه‌ها نباید تو زندان بمونن. مستقیم هم لازم نیست مستقیم پول نقد به کسی بدی. آقا بیا وثیقه برای این بذار، بیا جریمه اینو بده، بیا برای این بلیت بگیر، بیا واسه این ویزا بگیر، بیا واسه اون، میدونی هیچ لزومی نداره که بعد احساس کنن که طرف کلاه گذاشته سر، یعنی میدونی یه ارگانایزیشن خیلی راحته، سازماندهی میخواد که ندارن دیگه، ندارن. من بعید میدونم نداشته باشم. اینکه یک اپوزیسیونی که حالا الان چند تا ما از این اپوزیسیون ها داریم، چند تا از اینها که چند ساله، بعضیاشون 30 ساله، بعضیاشون 20 ساله دارن مبارزه میکنن، بعیده که همچین فکری نکرده باشن. آقا هادی خیلی سعی کردم، من خودم خیلی سعی کردم که با پهلوی یه ارتباط بگیرم، چند نفر رو معرفی کنم بهش، خب یک راه ارتباطی ندادن، یک راه ارتباطی پیدا نکردم. خب اینجوری که نمیشه، میدونی تازه من آدم خیلی میشناسم دارن همینه که هیچ راه ارتباطی باهاشون نیستش و هیچ عرض کنم که خدمتتون تو هر چی سرچ میکنید شماره ایمیلی یا هیچ چیزی ندارم. خب در نهایت که چی؟ اگر واقعا قرار هست که کاری بکنیم، همه باید دست به دست هم بدیم، همه باید از ساده ترین راه ها استفاده بکنیم. اینها کم هزینه ترین راههایی هستش که میشه ازش استفاده کرد به عنوان دفاع مشروع، به عنوان مراقبت از بچه‌هایی که دارن میان تو خیابون. اگر منی که خارج نشستم، شمایی که نمیدونم اونجا نشستی توی مغازت توی فلان یا بیسار، از این حمایت ها نکنیم، الزاماً همه وسط خیابون نباید بیان. حالا بر فرض مثال هم که همه بیان وسط خیابون، افراد 2 دسته 3 دسته میشن. یه سری افرادی هستن که شجاعتر هستن، بیشتر در معرض ضربه‌خورد یا در معرض درگیری و چه میدونم دستگیری قرار میگیرن. یه سری افرادی هستن که نه، و همه اینها باید در رتبه بندی ما قرار بگیرن، رصد بشن. اگر همه اینطوری میان، هم باید در کنار مسائل مالی کنار هم باشن و من تعجبمه که چرا این اتفاق تا الان نیفتاد. انشالله که این مسائل شنیده بشه و فکر بشه روش. فکر میکنم خیلی اگر فکر بشه مناسب بشه. مفیده. مرسی آقا هادی، مرسی اینقدر وقت میذاری، انرژی میذاری، ممنونم ازت.